روز جمعه 13 مهر ماه حوالی ساعت 13 در شهرستان چناران گلبهار به منزل مسکونی یکی از مؤمنین که ما چون مشغول اقامه نماز بودیم هجوم آوردن و زنا و بچه هامون رو ترسوندن، بهشون دستبند زدن و بردن. ازشون خواستیم که حکم قضایی برای اینکه اجازه ورود دارن رو نشون بده، اما هیچ حکمی نداشتن و از این کار تفره میرفتن. با اسلحه و دوربین روشن وارد خونه شدن و ازمون کلی عکس و فیلم گرفتن. با کفشاشون که روی